Deutsch Vokabeln B1 B2 Bedeutung und Beispiel. لغت امروز ما stellen با پیشوندهای مختلف و معانی مختلف آن. stellen قرار دادن به صورت عمودی. Ich stelle die Vase auf den Tisch. من گلدان را روی میز میگذارم. vorstellen معرفی کردن. Darf ich mich vorstellen؟ اجازه دارم خودم را معرفی کنم؟ معنی دوم لغت vorstellen sich vorstellen با داتیف. تصور کردن، فکر کردن. Ich kann mir das nicht vorstellen. من نمیتوانم این را تصور کنم. einstellen استخدام کردن. Die Firma stellt neue Mitarbeiter ein. شرکت کارمندان جدید استخدام میکند. معنی دوم لغت einstellen تنظیم کردن، مثل ساعت، موبایل یا رادیو. Du musst die Uhr richtig einstellen. تو باید ساعت را درست تنظیم کنی. معنی سوم لغت einstellen متوقف کردن، قطع کردن، ان کار یا یک فعالیت. Sie haben die Produktion eingestellt. آنها تولید را متوقف کرده اند. bestellen سفارش دادن. Ich habe ein Buch online bestellt. من یک کتاب به صورت آنلاین سفارش دادم. abstellen زمین گذاشتن، خاموش کردن، موتور یا ماشین. bitte stellen Sie den Motor ab. لطفاً موتور را خاموش کنید. herstellen تولید کردن یا ساختن. Diese Fabrik stellt Autos her. این کارخانه موتور تولید میکند. feststellen متوجه شدن، تشخیص دادن و تثبیت کردن. Der Arzt hat die Ursache festgestellt. دکتر علت را تشخیص داد. ausstellen برآمدش گذاشتن و صادر کردن مدرک یا فاکتور. Der Arzt stellt ein Rezept aus. دکتر یک نسخه صادر میکند. معنی دوم لغت ausstellen خاموش کردن یک دستگاه مثل تلویزیون. bitte stellt das Radio aus. bitte stell das Radio aus. لطفاً رادیو را خاموش کن. umstellen تغییر، دکوراسیون دادن یا جابجا کردن وسایل. Wir müssen die Möbel im Zimmer umstellen. ما باید مبل های اتاق را جابجا کنیم. klarstellen روشن کردن، شفاف سازی کردن یک موضوع. Ich möchte dieses Missverständnis klarstellen.
من میخواهم این سوء تفاهم را روشن کنم. unterstellen چیز را زیر چیز قرار دادن یا بنا گرفتن از باران. Wir haben uns unter dem Dach untergestellt. ما زیر سقف بنا گرفتیم. معنی دوم لغت unterstellen تهمت زدن و بدرو به کسی نسبت دادن. Du unterstellst mir Absicht. تو با من تهمت میزنی که این کار را عمدی انجام دادم. Zustellen تحویل دادن مثل نامه یا بسته توسط پست. Der Briefträger hat das Paket zugestellt. نامه‌رسان بسته را تحویل داد. Nachstellen ساعت را عقب یا جلو کشیدن، تنظیم مجدد ساعت. Ich muss meine Uhr nachstellen. من باید ساعتم را تنظیم کنم. sich herausstellen مشخص شدن و معلوم شدن یا پیدا شدن حقیقت. Es stellte sich heraus, dass er recht hatte. مشخص شد که حق با او بود. تشکر از توجهتان.